ما و شما چرا با کف دست خود نگاه میکنیم؟ ما در اون خطهای زیاد میبینیم. هر یک خط معنای دارد. برای همین یک علم است خیرمانتیا، یعنی که از کف دست بسیار چیزا را گپ میزنن و امروز هر جایی که کار روی نقشی انگشت میگیرن، نقشی پنجه میگیرن، داکتیلوسکوپی میکنن، برای که هر یک آدم نقش نگار خاصی انگشتان خودش دارد و در قرآن هم گفته شده است که روز قیامت ما حتی سر انگشتان شما را میسازیم. این نشان داده آن است که دست بسیار بسیار نقش مهم میبازد در زندگی آدم. اگر ما با معاینه سر آدم نگاه کنیم، آن تریتوریایی که آن سرحدی را که جای پنجه دست هست حتی از پایها هم کلانتر است. یعنی که در نزد پنجه دست تریتوریایی که برای پا جوابگو است، برای تن خردتر است از آن که تریتوریایی، یعنی سرحدی که برای پنجه دست جدا کرده شده است. یعنی با دست ما بسیار چیزها را اجرا میکنیم، نقش میبازیم و تقدیر خود را البته ما و شما میگذرانیم از خود و آن را میبینیم و حس میکنیم و درک میکنیم. با دقت و کف دست نگاه کرده شما بدانید هرچند ما اعتقاد نداریم با آن که وابستگی تقدیر ما و شما با کف دست، ولی ما و شما میدانیم که مسلمانان حتی بسیار از دینهای جهانی دست خود را به سوی آسمان میبردارند وقتی که دعا میکنند. این نشان داده آن است که پس چی چیزی با کف دست میزند و علم میگوید که وقتی که انسان کف دست خود را برابر میکند، آن وقت قوه‌های الکترومغناطیسی کیهانی با کف دست میزنند. و در دین باشد میگوید که حدیثی هست که خداوند گفته است من شرم میدارم اگر دستی بنده به سوی من برداشته شود و من آن را خالی برگردانم. این نشان داده آن است که ما چیزی به هر حال میگیریم و چرا بر روی میشکند، یعنی فاتحه میگیرند، چون که باقی مانده آن نوری که انرژی که از کیهان میگیرند آن را در روی خود میزنند تا که چهره کشاده باشد، چهره مومنی باشد، با تبسم باشد، تازه باشد. و از جهت دیگری فیزیولوژی بگیریم، این باز یک محض روی می شود. محض روی یعنی مساج روی که سبب دیر پیر شدنی آدم می گردد. یعنی که ما اگر بشینیم و حکمت‌های گوناگون را اگر درک کنیم، ما این را می فهمیم که بسیار چیزهای هستند که ما آنها را دقت نمی دادیم ولی آنها نقش مهم می بازیدند. پس با عباره‌ای که ما از تقدیر خود راضی هستیم، چشمان خود را پوشید. درست آزاد بشینید. کتفای خود را درست بگیرید. چنان بشینید که شما ستونگوهرتان راست باشد و حالتی نباشد که شما را ناراحت نکند. پناه به سوی خدا می طلبیم. با نام خدای بخشنده و مهربان سر میکنیم. به نیت شفا میشینیم. خود را در بین معینه سر گرفته آرام میشویم و یقین میدانیم که آن چیزی که در گنهای ما نوشته شده است، آن چیزی که در تقدیر ما و شما نوشته شده است، آن را ما میبینیم، میشود با ما و شما. و جز آن که اگر ما عملهایی کنیم که باعث بیدار شدن گنهای نیک، گنهای صحتی، گنهای خوشبختی شوند. و این در علم اثبات شده است. بسیار عملها و کارهایی هستند که آن گنهای خوب را، گنهای عمر درازی را، صحت شوی را، گنهایی که ما و شما را خوشبخت میکنند، ما و شما را قابلیت کاریمون را نگه میدارند، امکاناتهای دیگری معینه سر بیدار میشوند، آنها را فعال میکنند و این را در عموم در جمع دعا گفتند. یعنی دعا میتواند که با تقدیر انسان تأثیر رساند و آن را به سوی نیکی ببرد و ما میخواهیم که صحت باشیم.
پس خود را در بین معینه سر بگیرید و آرام بشوید، چون که ما و شما به نیت شفا نشسته ایم و یکدیگر را خلل نرسانید و شما بدانید که اینجا جایی است که ما و شما آن را مقدس می‌دانیم و اینجا ما نور می‌گیریم، قوه می‌گیریم و اینجا ما تیار میشیم برای آنکه زندگی خود را پیش ببریم، منفعت آور به نزدیکان خود باشیم و در آبادی وطن خود و پیشروی عموما بشر دست داشته باشیم. پس بشینید آزاد و آرام، بدن خود را سر دهید، آرام شوید، گردش خون خود را حس کنید. خون را دل گردش می دهد و دل را به خدا بسپارید. این یگانه دروازه است که با آن مهر، با آن باوری وارد می شود و دل خود را از هر گونه احساسهای منفی، کینه، نفرت، عداوت تازه کنید. پرده های ناباوری را بدرید و امید کنید و یقین بدانید که با شما می شوند کارهایی که آنها را شما صحتی و سالمی می گویید. گردش خون را چنان حس کنید، چنان دقت بدهید و بدن خود که کار دل خود را وقتی حس می کنید و خون چی طور در رگ و پیوند می دود و رفته تا نوک انگشتان شما می زند، چه انگشتان دست، چه انگشتان پای و بعضی شما حتی دیلک زنی را در شکم حس می کنید. این سبب آن است که شما روز تا روز بهتر، خوبتر و نخستر شدن می گیرید، چون که گردش خون هواست، گردش خون تازگی است، گردش خون غذاست، گردش خون صحت شوی گوشت و پوست و عضوها و اندامهای شماست. بدن ما وقتی که گردش خون درست شد وزن میگیرد. ما حس میکنیم که بدن ما وزن داشته است، چون که گوشت و پوست نرم شدن و ما به حالت عجیب آرامی و آسودگی زده ایم و قوه جاذبه زمین را حس کنید. زمین ما را به طرف خود میکشد. این قوه آهن ربایی است که از بدن ما میگذرد و از بدن ما که گذشت همه سیاهی و زمینی را میبرد، فکرهای بیهوده را، هر چیزی که در ما و شما جمع شده بود آن را با شدت برده در مرکز زمین نست و نابود میکند و نوری نوی از دل آفتاب به سر ما میآید و آن از بدن گذشته سبکی در ما میآید و هر باری که نفس میگیریم باز سبکتر میشویم، باز سبکتر و سبکتر شده آهسته آهسته ما حس میکنیم که بدن ما و شما نرم و نرمتر میشود، بدن ما سبکتر و سبکتر میشود و ما بدن خود را به حال خود میگذاریم. گویا که یک داروی استفاده برده باشیم که آرام کننده و بی‌حس کننده باشد. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. داده شوید به حالتی که شما را فرا گرفته است. حالتی آرامی، حالتی که پیش نظر تازه شدن میگیریم، حالتی که ما از پیش نظر هر چیزی که بود، هر خاطره، هر واقعه، حادثه هایی که بودن مانندی که ما در دستگاه تازه میکنیم همین طور آنها را تازه میکنیم، یا که مانندی که ما در کامپیوتر آنها را دلیت میکنیم، بلاک میمانیم، همین طور از سر ما دور شدن میگیرن و فکرها میگذارن و فکرها را با یکی از نامهای خدا معنی کنید. شما می توانید اسمهای خدا را، اسمای حسنا یا اینکه کلمه های بزرگ را استفاده برید. مهر، محبت، باوری، قدرت، قوت، دانش، بخت، صلح، بخشش،
و همه اینها به نامهای خدا راست می آید. آن را تکرار کنید. آوازی نطق باطنی خود را بشنوید. شما در باطن خود داد زنید. آن نام را چنان بلند بگویید که هر یک حجره شما حس کند. اکنون هر یک حجره حس کرد. این احسان می شود. شما حس کنید نیکی یکی اطراف شما را گرفته است. محیطی که شما را احاطه کرده است برای شما فضا، برای شما عدالت، برای شما صحتی، برای شما امکانات، برای شما بخت ساخته است. آن را استفاده برید و بدانید که از این رو سر کرده کشایش کار داریم. از این رو سر کرده صحت شوی ما و شما زیاد می شود. امکانات های بدنی ما و شما زیاد می شود. صحت شوی با داروهایی که در بدن حاصل می شوند قوت می گیرد. با آن داروهای استعمال می کنید قوت می گیرد. با آن چیزهایی که شما برای صحتی خود می کنید سکوت می کنید، می شنوید، می فهمید، زیاد شدن می گیرد. و همین طور هر روز دیواری قصد سلامتی شما از نو شدن می گیرد. ساختمان رفتن می گیرد و شما حس می کنید که بهتر و بهتر شده اید. بینید که حسیات عجیب کرختی و فراموشی بدن است و پیش نظر تازه است و ذکر فکر را قپیده است و احسان است که امکانات های ما و شما را زیاد گردان و در اطراف ما قوه است نهایت بزرگ و آن قوه در ما و شماست و ما و شماست. اکنون در پیش نظر بسازید چی میخواهید. و این را به زبان دل بگویید، یعنی دعا کنید. و در نور شستشو کنید. نور خیال است و خیال آهسته آهسته عملی می شود و می گذرد و ما و شما شفا می یابیم، سالم می گردیم، صحتی را می بینیم، روز تا روز بهتر و خوبتر شدن می گیریم. سخنان ما را می گیرید و مردم را به صحتی و سالمی دعوت می کنید و روز تا روز شما بهتر و خوبتر شدن می گیرید. خواب نغز شب، دل خرسند، عصب‌های تازه، بدن سبک، ناترس و دلیر، داروهای حاصل شده‌اند که برای بدن شما منفعت آورند. مردم حتی میگویند که شما دگرگون شده اید. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. هر روز بعد شام سکوت میکنید و اینجا را یاد میکنید و میفهمید و درک میکنید و روز تا روز بهتر و خوبترید. سبک، آزاد، دم گرفته و روشن و خرسند، آرام با چهره گشاد. و آنکه به خاندان خود میروید آنها حس میکنند روحیه نیک شما را با آغوش میگیرند و شما آنها را با آغوش میگیرید و شما اکنون میدونید از زندگی چی میخواهید و این بهترین راهی است که ما با شما نشان دادیم. روح شما روح شماست و روح ما سالم و بردم و با قوت تازه و روشن و آزاد. آهسته آهسته چشمان خود را میگشایید.